وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و کسانی که نسبت به حقایق کافرند گفتند این قرآن فقط دروغی است که او بافته است، و گروه‌های دیگری در به وجود آوردن قرآن او را یاری دادند. به راستی آنچه میگویند ظلم و دروغ است.